یکم مای گفتگوی تلفنی پرزیدنت‌های تاجیکستان و قرقیزستان دایر شد. این دومین صحبت تلفنی امامعلی رحمان و صادر جباروف در 2 روز اخیر است. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که در رفت صحبت سران دولت‌ها جریان عملی گردانیدن موافقه‌های بین جانب‌ها جهت به اعتدال آوردن وضع در منطقه‌های نزد سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان به دست آمده را مورد بررسی قرار دادند. در این زمینه با مسئله‌های رعایت آتش‌بس کامل و برگردانیدن نیروهای نظامی به مکان‌های دائمی آنها توجه خاص ظاهر کرده شد. پرزیدنت‌ها همچنین اطراف فعالیت مشترک گروه‌های کاری جانب‌ها در این جاده و آغاز جلسه کمیسیه‌های بین حکومتی جانب‌ها عاید به تعیین و علامتگذاری ابراز اندیشه نمودند. گفته می شود در اطلاعیه رسمی قصر ملت. خدمات مطبوعات پرزیدنت قرقیزستان خبر داد که 2 رهبر با اظهار باوری به حال هرچه زودتر وضع پیش آمده در مرز پایبندی خود و تفاوضات قبلی و حسن احترام طرفین به یکپارچگی قلمرو و مرزهای کشورها را اظهار داشتند. در جریان گفتگوی تلفنی رهبران قرقیزستان و تاجیکستان بار دیگر تصدیق کردند که تمام تکنیکای حربی از هر دو طرف از منطقه‌های مرزی برآورده شود. بغیر از این رهبران دو کشور جهت تشکیل کمیسیای مشترک جهت ریویزیای تمام تکنیکای حربی در طول مرز قرقیزستان با تاجیکستان توافق کردند. پرزیدنت‌ها اهمیت را ندادند به اغواهایی را که به ثبات وضع در مناطق مرزی تاثیر می‌رسانند به طور ویژه تاکید کردند. خبر داد از خدمات مطبوعات پرزیدنت قرقیزستان. نخستین صحبت تلفنی امامعلی رحمان با صادر جباروف در پی مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان روز 3 اپریل دایر شد. در جریان آن گفتگو آنها به توافق رسیدند که روز 1 مای در ولایت بادکند هیئت رسمی دو کشور به بررسی مسئله تعیین و علامتگذاری مرزها شروع کنند. امامعلی رحمان صادر جباروف را به ملاقات روبرو به دوشنبه نیز دعوت کرد. قصر ملت گفت زمان انجام این سفر به صورت علایده بررسی می شود، ولی خدمات مطبوعات پرزیدنت قرقیزستان الکی خبر داده است که این سفر در نیمه دوم ماه مای انجام خواهد یافت.